بلایا جان خطر داره جدایی نوال بی ثمر داره جدایی. بله ننه ما برم به شیرگده‌ای. نه من میشه برم به شیرگده‌ای خود چه باورین. بابا من مردیم به زیر چادی ریشته ما برو شیرگده‌ای کنم. خب میفهمم که گپ نمیزنم چوپو. بابا امالی با همین دردیم به کجا با دانجوش شه کسی نمیفهمه. خوبه نه خوبه میام میرم خوبه خداحافظ. نه میام بسرم بابا میرون ببین ننه خود میمونم میگه تو بیا برو به شیرگده‌ای در سرا. هیچ کس نمیفهمه که تونی به زیر چاده. خیره چیکار کنم مجبورم دلمه به دردگاه نمیشیزه برم به شیرگده‌ای برم. بله بله خاله خیرات من خاله خدا بده ما هیچ چی نداریم خاله. شما از کجا هستی؟ خاله چی کاسه بوده رسید چی مایی؟ خاله جو ما هیچ چی نداریم خوردنی مایی چی مایی؟ باش که برم با مادر خود بکنیم چی مایی؟ بریم اینجا بست این خاله هنه میام. نه خاله جو دیگه چیز پخته کردی نه مادر میگفت همین چوکی نون هنچه ببری فرق نمیکنه. این بیچاره هر کی بود از این حق همسایا بود این مثل که یکی از خانواده از اینا دنجوش چیزی شده این به شیرگده‌ای آماده بود. نمیرم سعی نمیکنم مادر میگو سعی نکن گناه داره بازم درد اینا تیار نمیشه چون اگه بفهمی که همسایه بوده کی بوده بشنختی یک چیزی بگو مادر ما به نظرم گو رد نگیر مادر میگو که تو اگه بفهمی که کی بوده تیار نمیشه می دهن نمی هر کس که ناجوره. تو سکه می رسم و رواج قدیم تا به حال هست من میگم این گدا کی هست این چی ماه هیچ گپ نمیزنه. کی بود؟ کی نه؟
نه کسی را کجا بردی؟ ایلا نگم همون برنجا که دیشب قایم کردی کجا کردی؟ چی؟ برنجا که دیشب قایم کردی چرا برنجا برای چی میری؟ شیرگدا آمده واسه میدم شیرگدا کی؟ شیرگدا خود ما گداییم ما گدا خود ما گدایی مال بابا جانی گدا نیه ثواب داری برای دنجوشیه شیرگدا خب برای جوش شیر مستن خب جوش سرکام نشده میدم یا بیت دنجوش چی کار شدی؟ دنجوش نشده بودم که برفته بودی درس رای چیز میز میاردی شیرگو و چی میفهم؟ شیرگو نیست شیرگدا چه نمیفهمی برنجا کجاه؟ با شیرم گدا میشه برنجا کجاه؟ کدو برنجا؟ برنجا قایم کردی ثواب داره واسه شرمنده؟ ها اون بذاری بالش تمه آده ثواب داره برای راه میدم شیرگدا میدم بچه برنجا بر میده به شیر گدا نه بابا بچه چره؟ اونا خود ما گشنه مال ما چون مطل چای بیا به دست رو کاسه هم بوسودم بعد دیگه گناه داره در بیر فشیدی بزیر نه تو گردن تو من نفشیدی دیگه پول بیاقونی هستی نه گفتی به کجاه؟ چی؟ برنجا بزیر بالش تمه تو سیکو تو برنجا شاموندن هم کسی بزیر بالش خواهی میکنه دست تو دوست تو اگه اینا رو ور میداری پاک نوش جان میکنی یاده که بچه کمی گیله تو خیلی بیشکمی اما نکنی خیلی یک اندازه هم باشو خیلی کن شیرگدا بوده آها پارسال که مثل که ما برفتم در سرا مردم که گفتم چیزه خود شهر رفتم کال صبح من چه مایرو میمونه که این شیرگدا که بشه به روز نمیاد میشه میاد به روز یال ساز میشه میاد میشه میاد میگم گیلا وقتی برو یک کار که بده چیکار کنم دو تا گونی وردا برو به سهرا یکی ریزون پوتا و کله پرکو یکی را گوشاد تو با من بگن گیلا قچاچین کی میگه گیلا قچاچین همه مردم لکه تو مردم چی کردی؟ چرا هزوم ها اخلاق چینی تا پینا مردم تا کوچه بگه بیادی میگن گیلک تخته حالا با بگن گیلک گیلا از تخته کراس بین کارن که تخته هستی منطقه تو بازی کارا بسن کاری که میکنی و قصه حرف مردم نشو کار خود پیش بور بخی تو برو جا امرو نوبت تو نه من مکتب میرم واله دم مکتب میشه پولی عقل کمال یاد گیره من مکتب نرم بخی برو بخی کجا برم؟ تو یک پولی عقل کمال یاد میگرفتی کار تو رای نمیکردم خود میرفتم حالا کنی از درس شدی نیا و دیگه شدی مگه تو شد یه زون جمع بعد یک دیگه که میشه گشنشون کس که چیزی بخیر ندارم وقتی پس پیام میدم برو بیاری خوبه بابا نمیگذار اصلا اینا چه نیمی لولا میگذاره نمیدونم از اون میگه بیل تنز مینا ما میای ما گشادر خود ما با کار داریم آتیش میکنیم برو می تازه هر جا کم کار تا گونی خونده گونی تو پر میشه بیا دیگه شاید جام گلک بگذاره برو به قصه حرف مردم نشه هر چی میگم صاحب تا کار بکن تو سعی که تو همین یک مردم گندی نداریم همین دیخو همین گیلک تنه میده همین رای میگم میگم گشاد جمع میگه مردم هم میگن گیلک گشاد چی کار داریم مردم هر که سر کار خوب باشه نه بزید تنه بده بزید تنه بده بله
چی مایه خاله جون؟ خاله چی مایه؟ چی مالا؟ خاله چی مایه؟ خیرات مایه خاله؟ خاله خیرات مایه؟ خاله خیرات مایه؟ خاله چی مایه خاله؟ باشه ببین پاسه باشه خاله میجگاه یک دقیقه بستیم میام خاله جو آنه برنج خومه اینا پخته کرده نبودن مدر نگفتم ببین برنجا خومه را که ببینی شگو میشه سکی بیچاره ما هم نمیفهمیدم که این گفت این خیرات مایه چی مایه این برفتم من نانه خو که بگفتم که این شیرگداه برو نانه جو این برنجا خومه بابا بیچاره مثل که یک کدوم یک خونه از اینا دنجوش شده امینه بابا بابا برسته بیدون درس را قراری که دادگان ما که دنجوش شده مدر زنگ داده گفتن بیا برو به درس را پتو به سخت یا چادری برو درس را کتی وردا برو به شیرگده ای یعنی دادی تو به شیرگده ای که بری تتیار میشه دنجوش خوب میشه گفتم نه خود شما بریم آخه من مردی میشته برو گفتم غمی نداره چادی را به سخت برو هیچ کس نمیفهمه که تو نیوزی چادی چوب بشی درس را گپ ندنی برفت در یک درس را بیشتر رفتو یعنی چیز میگی مردم خیلی بیننبه دادم بردم سرا بردم شما کجا بدی؟ من به سرا بودم مانه بیامدم که برو بخورم سرا برو بابا خوب میشه یعنی میگی؟ خب شگومی بابا امینه به وقتا قدیم امی بگپ بوده دیگه خواهد مثلا نگپ فرق کرده نه که همال کم هم مجبور آدم همی کارو بکنه اما آدم ها کلون همال دنجوش میشه راست میگیم بابا یعنی مثلا به قدیما که بوده رسم و رواج و همین دکتری و همینا بوده دوا و دکتر نبوده همی بوده بابا راستی همی دوا زنکی همی بوده راستی چی بستیم چی بدادم بدم سرا که برتی چی بدادم هر که خدا وقت برین بدادم نون بدادم دیگه هر چی بدادم بردم به سرا بردم خب حالا تو کجا میبری؟ ما برو گوشمندارم اخچه بیارم برو با گوشمندار من میرم به سرا میرم خود خود شل شدم دیگه بابا چه شده میرم گوشمندار ور میدارم میارم به سرا میارم دیگه من بیام نون برو بیار برو با نباید دیگه هر پس گوشمندار میبرم بابا خب برو